پسر فقط برای اینکه وایرال بشه از یه برج 10,000 متری بالا رفت، اما نزدیک بود جونش رو از دست بده. وقتی رسید بالای برج حس می‌کرد شکست ناپذیره. گوشیشو در آورد و لایو گذاشت. ویوها شروع کردن به بالا رفتن. کامنت‌ها پر شد از تعریف و تمجید از شجاعتش. اونم لبخند میزد و از توجه‌ها لذت می‌برد. تا اینکه یهو صدای خیلی بلندی از آسمون شنیده شد. صدای رعد وحشتناک پشت سرش پیچید. ترسید و دست برد سمت طناب ایمنی که برگرده پایین، اما سر خورد و سقوط کرد. توی همون چند ثانیه همه زندگیش از جلوی چشمش رد شد، تا اینکه یادش اومد چتر نجات داره. با نفس عمیقی طنابو کشید، ولی چتر درست عمل نکرد. کنترلش رو از دست داد و مستقیم به سمت یه ساختمون با در آهنی غول‌پیکر رفت. آماده برخورد شد، اما درست لحظه آخر در باز شد. Bura qaleri fəhşi dəsbafda gələvanıdır. Burada istədiyin fəhşi nəqd əqsad şəraitdə təyin edə Adreslər Xoy Çarran mərkəzi rubəruy Xərəz bazar. Qaleri fəhşi dəsbafda gələvan. Apamın çətrini də təhvil verim. Çətri dedi işləməsə gətirir özünü. Deyim axı bəlkə düşməyədim fəşləsin. Onda nə olacaqdı? Belə zəhmət çəkin, onu da peycin fal elə. Sənə də bir mərif oldu ha. Bizə də bir şey salasan fəşləsin.